مقامات سوخت سنجش را به راه ماندند و می‌خواهند معلوم کنند که پلاتا یا کارت الکترونی دستگاه سنجشی MRT در تولدخانه ولایتی را کی دزدیده است. MRT یا دستگاه توموگرافی تصویربرداری رزونانس و مگنیتی یگانه دستگاه در بیمارستان‌های دولتی شمال تاجیکستان است که آن را سال 2014 رئیس جمهور امام علی رحمان هنگام افتتاح تشخیصگاه تولدخانه ولایتی تقدیم کرده بود. این دستگاه بنابر نبود متخصص تنها بعد 2 سال به کار درآمد، ولی زود تقریبا کار ناشایم شد. این حالت مشتریان را که از دور و نزدیک برای تشخیص بیماری هایشان می آمدند ناامید کرد. سنجش دستگاه‌های تولدخانه ولایتی اخیراً پس از بازدید رئیس ولایت سوخت از این مؤسسه آغاز شد. رجب بای احمدزاده ضمن یک بازدیدش از تولدخانه در ماه اپریل امسال سوال کرد که چرا در حالی که چنین دستگاه نو در قلمرو ولایت وجود دارد بیماران برای تشخیص با صرف وقت و مبلغ‌ها به دوشنبه و تاشکند می‌روند. او دستور داده است سبب خراب شدن دستگاه MRT معلوم و خود این دستگاه به زودی به کار درآورده شود. سفر اشوراف یک مسئول دستگاه رئیسی ولایت سوخت گفت سنجش مقامات هنوز انجام نیافته و بعد از آن نیز حرف نهایی را مقامات دیگری تفتیش کننده خواهند گفت. جناب اشوراف اما نگفت که مسئولیت سنجش این قضیه به دوش کدام ساختار است. اما مهندسانی که به تعمیر دستگاه MRT تولدخانه ولایت سوخت آغاز کردن میگویند یک کارت MRT کهنه و فرسوده است. یک مهندس به شرط آشکار نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت که قسم مهم تجهیزات به یغما رفته آن را با کارت کهنه عوض کردند. این در حالی است که به گفته متخصصان ارزش دستگاه MRT بیش از 1 میلیون سامانی و پلاتا یا کارت که دزدیده شده است 30,000 سامانی نرخ دارد. ماهیر ربیع جانوه از آخر ماه فوریه امسال سرپزشک تولدخانه ولایتی است. او روز 17 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این دوره دستگاه نو MRT را چند بار تعمیر کردند، ولی روز 17 می اتاق MRT نزد تولدخانه ولایت سوخت واقع در محله پختکار شهر خوجند بسته بود. طبیبان گفتند که تجهیزات خراب شده است. مسئولان همچنین نگذاشتند که این دستگاه را از نزدیک دیده عکس برداری کنیم. فعلا مقامات از صحبت مفصل درباره سرنوشت تجهیزاتی که صدها کار افتاده به فعالیت آن نیاز دارند خودداری می‌ورزند. نرخ تشخیص MRT طبق نرخنامه رسمی که در دیوار زده‌اند 220 سامانی است. بعضی تشخیصگاه‌های خصوصی در ولایت سوخت MRT دارند، ولی ارزش تشخیص در آنها نظر به تولدخانه ولایتی خیلی بلند است. از این رو طلبگاران تشخیص در تولدخانه ولایتی خیلی زیاد است.